سازمان عفو بین الملل لغو مجوزها و ممنوع کردن فعالیت‌های نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان را بخشی از کارزار طالبان برای سرکوب و از بین بردن آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده است. این سازمان روز سه‌شنبه هفتم دلو در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که مقام‌های طالبان باید فوراً این تصمیم را لغو کنند و به این نهادها اجازه دهند بدون تهدید و فشار فعالیت‌های مشروع خود را به گونه آزادانه ادامه دهند. عفو بین الملل هشدار داده که نهادهای حامی رسانه‌ها پیش از این هم با پافشاری و محدودیت روبرو بودند و تصمیم تازه طالبان وضعیت رسانه‌های مستقل را بدتر می‌کند. به گفته عفو بین الملل، این اقدامات نه تنها وضعیت رسانه‌ها را بهتر نمی کند بلکه آخرین مسیرهای باقی مانده برای حمایت حرفه‌ای و امنیت خبرنگاران مستقل را در فضای سرکوبگر افغانستان از بین میبرد. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز دوشنبه ششم دلو اعلام کرد که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها را در افغانستان ارزیابی کرده که از میان آنها جواز فعالیت 3 نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است.